این تو یک جنگ درگیری پیدا شود که شاید دور نظیرش کسی ندیده باشه. کجا شما از نیروهای مسعود هستید آقای مسعود؟ ما از جبهه مقاومت هستیم. بله. آها. خب الان اینا میگن جنگ تموم شده، همه واگذار کردن، همه فرار کردن، همه رفتن، نیروها نیستن. اشتباه میکنن پنجشیر 24 قرارگاه داره. در قرارگاهش امکان 1500 یا 2000 نفر مردم اهالی منطقه را به خاطر جنگ، به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینه صدمه رسانه، دیگه احمد مسعود مردم رو تخلیه کرده، منتظر یک جنگ سخت باید باشن. یعنی میگین جنگ تازه شروع شده؟ جنگ تازه شروع میشه. ممکن یک روز بعد، 2 روز بعد یک پیام احمد مسعود یا صالح رگستانی قماندان نظامی جبهه ملی شاید یک پیام بده و مردم همون ساعت جنگ در بدن. خب شما تو تجهیزات ضعیفتر از اینها نیستید؟ ما اگر تجهیزات ضعیف سلاح ثقیل نداریم با جنگ چریکی سخت رو ایجاد میسازیم. تو کوهستان ها تکتیک بهترین پهلوان و میدان معربه است. میایم دشمن را میزنیم پس عقب نشینی میگیریم. که شروع میشه عملیات؟ او منتظر هدایت است. آقای مسعود هنوز تو منطقه است؟ من است در جای مسئول است. هر وقت قماندان دادم روز ما جنگ در میده. احسن. خب ما تو مسیر تومن چند تا خودروی فکر کنم برای طالبان بود منفجر شده بود یا مثلا هدف قرار گرفته بود، اینها رو شما کجاها نبرد شروع کردین؟ کمین به اینا زدید یا نزدید؟ چون به نظر خیلی راحت اومدن تو شهر. تا حال دشمن در حالت تهاجم بود، ما در حالت دفاعی بودیم. هر وقتی که دشمن در حالت دفاعی قرار گرفت ما در حالت طرز میریم. پس منتظرید شما؟ منتظر هدایت احمد مسعود هستیم، این رهبر جبهه مقاومت. گفته میشه که جنگنده های پاکستانی یا پهپادهای پاکستانی حمله کردن به شما؟ جنگنده های پاکستانی چند روز قبل خطوط مدافع جبهه ملی را 17 جتش بمبارد کرد. اصلا اگر پاکستانی ها خط اول ما را نمیزدن جبهه نمیشه. خب شما رو تو کجا زدن؟ تو کوهستان یا تو شهر؟ دان تنگی. یعنی تو کوهستان زدن؟ توی کوهستان زدن. خط شما رو شکوندن. شما اونجا کمین می‌خواستید بزنید یا نه منتظر بودید که اینا بیان؟ منتظر بودیم که یا بیان. جتای جنگنده پاکستان آمد، حتی کماندویی پایین کردن، خطوط مدافع را سخت بمباران کرد. پس با جنگنده زدن شما رو، خط شکوندن و شهر به دست طالبان افتاد. فیلمی، عکسی، اطلاعات دقیقی نشون تا پاکستان تکذیب کرده. آمریکا هم به نقل یکم منابع آگاه گفته بله پاکستان زده. اصلا یک چیز برادر برات میگم، اگر تو تا آخر پنجشیر بری اصلا از ساکنین پنجشیر شاید 100 نفر از اونجا پیدا نکنی. مردم بالا برآمده، حال مردم نمیمونن که از در خارج شود، به خاطر از اینکه او منتظر هم او ترس خوردن که ما باید سر ما شبخون بزنن. شبیخون، نگران شبیخونن. نیروهای طالبان برخی میگن پاکستانی هم توشون هستن. اصلا آیسای پاکستان هست. آیسای پاکستان هست، همراهشان هستن. پاکستانی عملا داخل جنگ هستن با ما. الان اینا که طالبان که دارن میرن با شما کاری ندارن؟ با ما کار ندارن، به خاطر از اینکه ما را پاکستان میگیرن. از کجاست ما جای محل ما را برشان میگیم ما اینجا خانه داریم، اومدیم خبر میگیریم پس میریم، ولی هیچ کسی در داخل دره وجود نداره. نمیدونن که شما مبارز هستید؟ نمیدونن. اول ما را پرسان کردن، ما بینمی حالت هستیم. دیگه سوال باشم در خدمت. پس شما در انشالله که موفق باشین، این مملکت روی آرامش ببینه. بخیر سلامت باشید. شما در این شرایط اینجا تشریف آوردید، جهان سپاس. فقط